سلام با تمام همسنگرایم هموطنایم. ای که آخرین سرباز وطن بودیم، آخرین کسای ما بودیم که بیرقای کشور ما را تا اینجا رساندیم و خاتمه ما تا اینجا را بود. بالاخره رسیدیم به این دره و سایتای ما را پایین ماندیم، سالات تجهیزات ما را پایین ماندیم. اما که خوب کار کردیم که به دشمن تسلیم نشدیم، خود تسلیم ندادیم، خیانت نکردیم به دولت، سالای خود تسلیم ندادیم. دیگه افتخار میکنیم. بازم انشالله اگه دولت به پا استاد شد، امی فرزندای صدیق وطن دیگه با امی حکومت ما، با امی دولت ما می باشیم، بیرق خود ما را بالا میکنیم. زنده باد مجاهدین، زنده باد. این بیرق نمیمونه که روی زمین بفته. خائنایی که وطن فروختن، خیانت کردن، خداوند نیست نابودشان کنه، خداوند خرابشان کنه. وضعیت جوانای ما رو بالاخره تا اینجا رسون. دیگه دوستای ما آخرین دره ورسوالی دره پنشیر است. اون طرف ورسوالی نجراب ولایت کاپیسا است که وسط مرز قرار داره. دیگه میریم انشالله دولت کاپیسا. اینجا هم چای صبح خوردیم. دیگه طرفی چی است؟ کاپیسا، نجراب کاپیسا. خداوند یار نگهدار کنه. خداحافظ.